سلام دوستان نازنین، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. شب چهلتونم مبارک. امیدوارم شب چله خوب و پربرکت داشته باشین. خب زیاد وقت و هدر نمیدم، میرم سراغ ویدیو. من مستر شهابی هستم از گروه نوین برتر. این ویدیو ضبط شدم به دست مستر امیر حسینه. خب دوستان نازنین، امروز اومدیم با ساختن خونه با کد و برنامه مستر ماینکرافت پی برای ماینکرافت پی یا همون ماینکرافت بدراک. خب بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، برای اول کار باید ما مستر ماینکرافت پی رو برای موبایلمون نصب کنیم. مستر پی رو باز میکنیم، صبر میکنیم مستر پی مون باز بشه. وقتی مستر پی بالا اومد، یک منوی جستجو وجود داره، منوهای نقشه، افزونه، سازه ها و غیره. ما منوی دکمه سازه ها رو میزنیم، یکی از خونه ها رو به دلخواه انتخاب میکنیم. خب حالا یه نمونه کاری حوض 35 رو ما انتخاب کردیم و میکنیم فایل نصب سازه دانلود بشه، نصب میکنیم، نصب افزونه رو میزنیم و دستورا رو دوتاشم کپی میکنیم، این فراموش نشه. این دوتا دستور مهمن، با اینا هم محل اسپان خونه رو مشخص میشه، هم سازه ها ساخته میشن. سعی کنیم فایل MC پک یا دقیق نمیدونم مود بازی دانلود بشه. روی دکمه شروع ماینکرافت یا استارت ماینکرافت میزنیم یا حتی اوپن ماینکرافت. سعی کنیم ماینکرافت بالا بیاد. وقتی بالا اومد تو قسمت پلی این دوست ما میخواد به صورت کلی ثبت کنه، اما شما هر طور دوست داشتید. تو قسمت پلی وارد بخش Create New World میشین یا از قبل ورلدی چیزی دارین، همونجا مودتون رو بریزین و لذت ببرین. دوستان، این دوست ما قراره Create New World رو بزنه یا ساختن مپ جدید یا مکان جدید. خب دوستان، وقتی این دوستمون مپ رو اجرا کرد، اومد توش فایل بازی رو یا فایل ساخت خونه رو اپلای کرد. اومد هواش اول بارونی بود، با اینا خیلی مهم نیست، ولی اپلای کردن مپتون ضروریه. مپم نه، چیز مود پک مود. وقتی اونو اپلای کردین، میان کد اون مود پک رو اجرا میکنین، همون که اول ویدیو بهتون گفتیم. خب دوستمون داره هواشو صاف میکنه، دنبال یه مکان صاف میگرده واسه اسپان کردن خونش. خب شما تو هر مکانی، حتی مکانای اولد یا صاف، هر جا که دوست داشتین میتونین با این مود پک خونه، نمیدونم خونه که برداشتین رو بسازین دیگه.
مثلا این دوستمون میتونه فقط اون خونیه که برداشته رو بسازه. الان هم داره کدای اون مودو پک رو میزنه. مودو اول واسه ایجاد مکانه اشتباه نکنم، دومی هم ایجاد سازه است. خب دوست ما تا کد میزنه شما منتظر بمونید. ¿Para dónde? Coño, para adelante. Ah. من یه ذره سرما خوردم، قلب چرت داره. برای شما دوستان ویدیوهای مفیدی امیدوارم این ویدیوها مورد قبولتون باشه. خب دیدین، پس باید تمامی کدا رو به درستی وارد کنیم و لازم هم نیست وارد کنیم. اگه خواستین هم میتونین برین از بخش تنظیمات کیبوردتون گزینه السا و نمیدونم اینجور بریده شد و حالا اسمش که هرچی که هست اون گزینه رو بزنین، برین کداتون رو وارد کنین دیگه. الکی تایمتون رو از دست ندین یا همون وقتتون رو. این دوست عزیز ما هم میزر داره اما اشکال نداره. شما ویدیوتون رو با صبر و حوصله ببینید. اگه مشکلی یا حرفی سخنی یا نظری داشتین توی کامنت ها بگین، فراموشتون نشه. این بکنم کد کانکشنشه. و من تحقیق کردم دیدم که ما این کدایی که یا چیتایی که تو ماینکرافت میزنی مربوط به جاوا میشن. من برنامه نویس و ادیتور این گروه هم. این دوستمون خب دیدین که با زدن درست این همه کدها خونش ایجاد شد به چه زیبایی. این خونه به کاربردش واسه سروایو عالیه. اگه مشکلی هم داشتین 100% تو کامنت ها بگین. این هم سازش. با تشکر از تماشای شما گروه نوین برتر. دوستان لایک، نظر، کامنت و ساب فراموش نشه لطفا. با تشکر شما مستر شهاب، مستر علی. خدا نگهدار.